ماهان اویلا به نظرت امروز پیتزا چی داریم؟ آقا ایمان دیامور پیتزا چالش داریم. پیتزا چالشی. Let's go. آقا ایمان داستان ویدیو از این قراره خب که ما این کارتا رو برمی‌داریم. خب کارتا هر کدومش یه سری چالش به ما میدن. وقتی که این چالش‌ها رو انجام بدی، چالش هم تک نفر است. فهمیدی چی شد؟ یعنی شما برای خودت چالش برداری، من برای خودم. بعد از اینکه این چالش‌ها رو انجام دادیم، آخرش امتیازات جوری میشه که یه نفر میبازه. و مجازاتش کشه. لطفاً کشو به بنده بده. یا برای بچهای ورزشکار میدونن چه قراره این کش. داداش این کش پاره نشه فقط. جان پاره نشه فقط. پارت میکنم. بعد اینکه این گره رو زدی اینو اینجوری میندازی اینجا. خب مجازات که شدی اینو یه دفعه نکن. آره چون نمیخوام مجازاتش هم نکن. چقدر کش میاد حاجی، پشمام. دادا میزنی با یا اول خب بریم ببینیم کی چالش برای اون آقا بسم الله. خب میزنی؟ دونه دونه برداریم دیگه. کی اول انجام بده؟ تکی دیگه. بابا خب برو ببینم چیه کارته. 3 بار فرصت دارید تا با آرنجتون یه توپ رو بردارید و طوری روی میز بکوبید که بپره و بره توی لیوان. او مای گاد. خب آقا ایمان 3 تا لیوان رو برمی‌داری و یکی یکی میذاری رو. وای بچه‌ها چالش من اینجوریه که لیوانا رو باید بذارم اینجا، بزنم در صورتی که اینجوری صافه بزنم برعکس فرود بیاد. 30 ثانیه هم وقت دارم. بریم سراغ چالشه. بریم. فهمیدی الان باید چیکار بکنیم دیگه؟ بله. میخوای سخت‌ترش کنی؟ بابا سیکسیر با من زیاد میخوام بابا. چقدر فرصت دارم؟ 1 بار. رابرت. کلا 1 بار؟ بله. ببین احساس میکنم میبازی سر این. جدی میگی؟ تایمر. من میشمارم برات. برو. ای بابا ببین نتونستم توش کنم. آره از رنگی ها. من تایمر میگیرم. اینجا. خب آماده ای فرزند آفتاب؟ برو بریم. فرزند آفتاب. 1 2 3. 1. تو یه لوزری بدبخت. تو دهنت سرویسه. نمیشه تو لوزر. تو داره تایمه میره 10 ثانیه وقت. این مریه چرا؟ وای 3. او مای گاد. 3 2 1. او مای گاد. آفرین ایول. بریم ببینیم ویدیو بعدی که چالش بعدی چیه. خب آقا ایمان الان جفتمون 2 1 امتیاز داریم. خب دهنت سرویس. فعلا داریم مساوی می‌کنیم. دهنت سرویس. شلموش. تلموش. کسی. چونکش. زاخار. من زد بازی. 1 تاس رو بذار روی سرتون، حالا 1 تاس هم بذار جلو پاتون. خب فقط 1 بار فرصت دارید تا خمشین تاس رو زمین رو بدونین که تاس رو سرتون بیفته رو بردارین. خیلی سخت شد. آقا ایمان یه توپ و یه لیوان رو میذاری رو سرت. خب نه یه توپ و یه لیوان بذار توی یه لیوان. اوکی شد. بوجور. ببین آقا اونجا توتوریالشو برو. بوجور. این میاد اینجا اینو میاد تو. خب با دست غیر تخصصی. خب یعنی چپ. من دست راستم. تخصصیتون حالا با دست غیر تخصصیتون بگیریدش و با محتویاتش رو طوری به هوا پرت کنین که بتونین لیوان بالایی رو با دست دیگه‌تون و توپ رو با همون لیوان زیری بگیرین. یعنی یه بار اینجوری میاد بعد مثلا اینو میندازی. یه بار اینو میندازی بالا دوباره با همون لیوانت بعد بگیری. بعد چی میشه؟ همین دیگه. این چالش فقط 3 بار فرصت داریم. بله. بریم. من چند بار فرصت دارم؟ 1 بار من فرصت و 3 بار فرصت دارم. او مای گاد. برای تو سخته. بریم توی استودیوی کومان. خب مامان وایس. آها او گل. سیک. انرژی ما. چیکار داری میکنی؟
خب یعنی من باید اینو پرت کنم یه بالا. دونه میندازی بالا با غیر تخصصت. با اون که خیلی بیشتر حال میده ولی فکر می‌کنی مال یکی دیگه. دست چپمه. ببین با اون دستی بعد چیز کنی که فکر می‌کنی یکی دیگه داره برات انجام میده. خب با اون دسته میندازی. یه بچه اینقدر بابا دهن منو سرویس کردی. بعد میندازی بالا با همین لیوان توپو دوباره باید بگیری. خب ایوالله. و اونو من یادم رفت بگم لیوان توپ با یه جوری باشه که حداقل از سر بالاتر بره توپه. ایوالله. آماده ایمان؟ 6 و 2 برو. خب یه فرصت رفت. 2 1. خب بسم الله. بنا بالا ها. بابا برو ماشاءالله. اوه مای گاد. همین لیوان بود. چی؟ با همین لیوان فقط دست غیر تخصصیت باید میگرفتی. نه با این بعد میگرفتم. نوچ. بعد با این میگرفتم. نه درسته بچه‌ها درسته. درسته. که دوست دارم. چی بود توش؟ اوه Your challenge is so hard man. یه بار فرصت داری. یه Oh my god. مرسی سی. همین. آقا چیتش میدونی چیه؟ من اینجا موام میره بالا و اینو گذاشتم پشت موام تکون نمیخوره. این تاس خوراک کسایی که تاسن. داخ. الان یه سوال. یعنی کچله الان چون تاسه. ببینم که خیلی خوبه. خیلی داریم مساوی برابر رقابت. گر بادابیم. ترن مرن چی داری دست والت؟ خب جدی میگی؟ 2 تومن. نه یعنی مگه سیک. یه لیوان باید بذارید لبه میز، یه توپ هم بذارید جلوش. حالا 30 ثانیه فرصت دارید تا با ضربه‌ای که به زیر لیوان میزنید طوری بپرونیدش که سر و ته روی توپ فرود بیاد. او مای گاد. یه لیوان رو به پهلو میذاری رو میز. بعد فاصله تقریبا 1 قدمی 90 سانتی با یه فوت با اینو باید بزنم. بی پدری نمیره تو که. خیلی سخته بازی. این یه قدمیه. تازه این با دسته اینجوری داره میره تو. بریم. بابا خسته شدم. ماهان اویلا به نظرت کی اول میره؟ ماهان اویلا چی؟ بزن بازی شما از همین الان شروع شد. زدی؟ 1 2 3 1 2 سیک. بیا ریدی 10 ثانیه 12 ثانیه جنگ شبانه ما خوش اومدید. 1 تیر و 2 نشان. بازیکنی که بچه همونجور که الان دارید میبینید این جوون انقدر درگیر اعتیاد شده که حتی نمیتونه یک لیوانش رو بلند کنه. پس اگر میخواد توی کارتون موفق باشید حتما مواد رو ترک بکنید. یادتون نره که شنا برید، ظرفای خونتون رو بشورید، حرف مامانو گوش نکنید. تموم شد. شب نمیام خونه. تموم شده. حالا بذارین یه تستی اینجوری بزنم. لسترای نشد. من بزنم. یه تست دیگه. یه لسترای من بزنم برات. خیلی سخته. اش کردی؟ با فوت 3 بار ترای داری؟ آره. بایزاریم بهتر بگیر. قشنگ بود. بخاطر این میگم باید یه ذره شیبش بیشتر باشه. برچی تو اینجوری کردی؟ تو خود اینو گذاشتی اینجوری بود. دیگه ول کردی لیوانو. اوکیه باشه. میز بر نگرده. وای سرمون درد میکنه. دارم بور میزنم. میبینی کپ میزنی. برو درسته. نه تاشو کاشتی. این مال تو. ایمانمون میشه. ایمانمون. خب کنیم. بریم چی داریم؟ یه توپ بذارید توی یه لیوان و لیوان رو بگیرید توی دست غیر تخصصیتون. حالا 3 بار فرصت دارید تا توپ رو بندازید بالا، با یه ضربه با ته لیوان به تهش بزنید و دوباره با لیوان بگیرید. یه توپو بندازید بالا و قبل از اینکه برگرده پایین 2 بار و دوباره بگیرینش 6 بار دست بزنید. برای انجامش 2 بار فرصت دید.
سرعت دست او مای گاد. برو بریم حاجی. نکن زیشت عوضی. مان دوست دارم اول تو بری. چی؟ اول من برم؟ اول تو برو. جدی این سری جدی. لاشه. من اینجا میخوای هوا تو داشته باشم. نوکره. اوه. یک دو سه. یک دو سه پنج شش. 8 شد. درسته دیگه. یه بچه اینقدر هر سری اعتماد بابا ما آخه همیشه اینو میزنیم بعد اینو داره فقط تو ویدیو اینجوری کنه. داری فقط تو ویدیو اینجوری من اینجا برو شروع شد. بدو یک دو مسابقه محله. چی بود گفت؟ پرسون یواش اومدم دم خونه‌تون. بابا دهنت یزید. آها فوی میشه پس ببین میشه. اینا همش بهونه است. زندگی پرایدی حق تو نیست. باریکلا جدی حلالت. آقای ایمان ده عمر آیا وکیلم؟ عروس رفته بمیره. آره بمیره خیلی سنگین تره. آره، حرکت رو آره. بزنه. دراما. ما 4 تا مینی گیم رفتیم. خب شما امتیاز 3 بنده 4. خب که چی؟ عقبی. نه میبرم. من جلو. به تو جلوتر. این چیه دیگه؟ لیوان رو سر و ته بذارید کف دست. کف دستتون. حالا 30 ثانیه فرصت دارید که تا 3 تا تاسو یه توپ رو ستونی ته لیوان بچینید. ستونی. برجی که میسازید باید دست کم 2 ثانیه برجی تعادل که داشته. میسازید باید دوقلو باشه. ایوه. برای تو چیه؟ یا حسین دو تا توپو بذارید توی لیوان بعد لبه لیوان رو بگیرید و با چرخش موچ دستتون لیوان رو طوری روی میز سر و ته کن که توپا بیو نیفتن بیرون. برای اینجا گوشه ببین باتل فلیپ با لیوانه قشنگ. این کاپ فلیپ with balls 2 balls. جدی نمیکنه. نه کنده نشد. بریم. اسنپ بزن بریم. اومد خیلی بی‌مزه بود. بچه دیسلایک نکنید خواهش می‌کنم. هر کی این حرکت رو بتونه بزنه بسته نکن 20 تومن هم من میگیره. بیا 20,000 تومان من میزنم پول اینترنته. شرطی سر گوشی سنگار قیچی باید. آقا این الان اینجوریه. خب من اینو اینجوری بگیرم اینجوری. بابا این نمیشه پدر مادر. وای چقدر سخته برای تو. چقدر سخته برای تو. همه چیزو بگو همه چیزو. میخوام بدونم تهیسی شد. دوست صمیمی پیدا میکنم. مرگم تو نمیتونم بگم. من نمیدونم. ترای اول. خیلی سخته برای تو. همه چیزو بگو همه چیزو. میخوام ببینم که تهیسی شد. دوست صمیمی پیدا میکنم. مرگم چجوریه؟ من نمیدونم. من اینجا وای میسم که میگیرم. رزاق یا هوال رزاق یا زامن آهو یا زامن تفنگ. بسم الله الرحمن الرحیم. یا اول فصل من نجاتت دارم چوب. آقا بزن. باشه بیا. برو از اونجا بیا. استارت. همه چیزو بگو همه چیزو. میخوام بدونم که تیسی دوست صمیمی پیدا میکنم. مریم چجوری؟ نمیدونم. از اول بدو. از اول چیه؟ همینو بعد برم. همه چیزو.
میخوام ببینم میتونی دوست صمیمی پیدا میکنم. بابا باشه بابا خفه شدی بابا. میدونی چقدر کنترل کردم نخندم؟ همه چیزو میگم همه چیزو. بریم بریم ببینیم مرگم چجوریه. بگیر میشکنم نظرت. آره نکن جون بچه دیگه رامون نمیدن اینجا. بیفهمه با دختراتو مگه خلی دستمه من ببین آقا ایمان، من 3 تا لیوان رو به شکل عادی روی میز میذارم. 30 ثانیه فرصت دارم که با آرنج مبارک لیوان ها رو بردارید و مطابق تصویر روی هم بچینید. تصویری که الان دارید شما رو فیس ایمان میبینید با آرنج. یه لیوان بگیرید توی یه دستتون و 2 تا توپ توی اون یکی دستتون. خب بعدش توپ‌ها رو همزمان بندازید بالا. دست کم اونقدر که از سرتون بره بالا و با لیوان تو هوا بگیریدشون. چی؟ توپا باید بره هوا، یعنی بعد با لیوان باید بگیره. پانتومی میشه اجرا کن برام. مبتذل فیلم آشغال. خب بریم. اسنپ گرفتی؟ با اینو نگو حاجی، خیلی کیرینجه ناموسن. چقدر وقت داشتیم کلا؟ ببین ساعتیشو بخوام بهت بگم رولکس الان تقریبا 20 تومنه. بعد آره من هم فقط رولکس خواهم. خیلی بی‌مزه. بریم. به خودت بگو اینجا رو کات کنم یا نه؟ نمیدونم. میذارم. دروغ میگی دوباره. دروغ میگی دوباره. نه. دروغ نگو. دروغ نگو. شما بکن دو دستت با بندازی اینجا باید بندازم بالاتر از سرم. دوتاش هم با هم بگیری. Yes baby. هیچ برو مبارکت بشه داداش. 3 بار فرصت دارم رفیق. 3 بار فرصت داری رفیق. خیلی سخت. اول تو اقتصادی. منم خیلی سخته این رفیق. الان امتیازمون برابره دیگه. آره. یه صمیم بالاتر است. بالا بود، به خدا بالا بود، به خدا اینجا بود. خب بالاتر از کلمه دیگه نه بالا بود. یه بار دیگه. نه آقا من نه نباختی یه بار دیگه ترای بده. ناقش این بالا نفس بس. خورد کف زمین. یه بار آره قبول دارم. کف زمین. برو باختی برو. نه بردم. باختی. بالای کلم بود. باختی. بردم. باختی. اگه اینجا باشه میگم نیست. ولی اینجا بود ناموسن. آره بابا. با خودم اونجا بود. نه درست بود آقا. برو بیرون. درست بود. برو بیرون. آقا درست. تو اصلا چرا باید تعیین کنی؟ برو بیرون. تو ویدیو میبینیم. من به ناحق قرار مجازات شم اونجوری. نه چی نمیشه. منم نتونستم انجام بدم. نه تو میتونی. حالا میدونی سختیش برای من داداش چیه؟ فکر کن مثلا دوران اورانگوتانیم مثلا. خب داداش من یه ماشین میخوام 2 تا تخم مرغ بهت میدم. خیلی نمکی همه رو من میخوام اینوری بذارم که تو همه رو تلاش کنی. بعد لیوانا رو حالت نرمال. نه کی گفته؟ حالت نرمال پس اینجوریه. باش. نه حالت نرمال من اینجوری آب میخورم. اینجوری آب میخوری دیگه؟ نه اینجوری آب میخورم. هر جوری راحتی بذار. جدی؟ نه گو خورد. باش. باش. 3 بار فرصت. 30 ثانیه است. برو. Oh my god. دین 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 دین. سخته ولی. اوی جن. همه چیزو بگو همه چیزو. Why? Oh my god. Oh my god. Take it down. فین. ابسولوت سینما. بر منم حساب بود. بریم. برو شو بابا. بچه ویور تو کامنت ها به من بگید. به من حق بدید بچه کامنت ها. بچه کامنت ها به من حق بدید. بریم این که داره میره حاجی 1 دقیقه تموم شد. 1 دقیقه تموم شدی بریم. خب ماهان جان چیکار داری میکنی؟ داشی سلامت. واقعا بود تو دهنت؟ پشمام ریخت. یه لحظه دیدم اینه چون مرغ. همین چیزی بابا این رفت تو من. بابا نگو دیگه اینو. خب آقا ایمان طبق مدارک و شواهد شما با یک امتیاز کمتر لوز شدی که درست بود امتیازم و تو ریدی توش. آقا ایمان Oh God please don't do this God. برو جلو. برو جلو. برو
شو سامان. چقدر درد داشت؟ خدای درد. خدای درد داشت. میخوای یه دونه منم به تو بزنم ببین چجوری؟ یه دوتایی بریم 1 2 3 بچه خدافظ خود فول مشکی فول نینجا سکسی مثل پیتزا